دوستان اگر صدای ما را میشنوید لطفاً در چت یوتیوب بنویسید تا اینکه برنامه را آغاز کنیم. از نفرانی که ما را تماشا میکنید لطفاً خواهش میکنم اگر صدا رو میشنوید، صدا خوب می آید، لطفاً در چت یوتیوب بنویسید تا اینکه برنامه را آغاز کنیم. با نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به پیام تیوی، خوش آمدید به برنامه گفتگو. امروز روز
آزادی و مستقل شوی جمهوری تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می باشد. 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان استقلال دولتی خود را اعلان کرد. یعنی با همین از سنه 9 سپتامبر سال 1991 صحیفه تاریخی نو باز شد و تاجیکستان صاحب استقلال گردید و دیگر از روی رسمیات از مسکو فرمان نمی گیرد و دیگر از روی رسمیات فرمال نست. دیگه مسکو به کاتب یکمی پارتی کمونیستی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فرمان نمی دهد. جمهوری تاجیکستان یک کشوری مستقل، یک کشوری دارای استقلال، خودش از روی رسمیات تصمیم را برای خودش میگیرد. این واقعا باعث افتخار است دوستان عزیز، واقعا باعث افتخار است. اگر بگیریم در روی دنیا تقریبا زیاده از 5000 ملت ها، خلقیت ها زندگی میکنند در روی زمین. از این زیاده از 5000 ملت های خلقیت ها تقریبا در روی زمین 200 تا 206 کشور هست و خلاص. انا همین 5-6 هزار خلق و ملت ها در داخل انا همین 200 تا 206 کشور زندگی میکنند. انا همین 5-6 هزار ملت. باعث افتخار است که با نام تاجیکستان، کشوری تاجیکان، ما که صاحب کشور هستیم و از جهت رسمیات استقلال هم داریم، یعنی مستقل هم هستیم. بنابراین واقعا باعث افتخار است. اما استقلال چیست؟ استقلال دوستان عزیز مجموعی معیارهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که این معیارهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بعضی سوالها دارد که به آن باید جواب گفته شود. یک کشوری که دعوای استقلال میکند باید به بعضی از سوالهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جواب داده تواند. و سوال هم این است که تاجیکستان تا کجا توانسته است استقلال خود را، یعنی مستقل بودن خود از دیگر کشورها را نه در شکل رمزی سیمبولیک نه، بلکه واقعا مستقلی خودش را تا کجا جمهوری تاجیکستان، دولت تاجیکستان تامین کرده است. باید این را بدانیم. دوستان عزیز، بسیاری میگویند که حالا من در شبکه اجتماعی فیسبوک خوندم چند زیایی ها، یکیش میخیزد میگوید من استقلال تاجیکستان را قبول ندارم، تاجیکستان از مسکو فرمان میگیرد. یکیش میگوید که در کلمه های تاجیکی پوری کلمه های عربی هست، برای همین تاجیکستان مستقل نیست، استقلال ندارد، استقلال دارد. یکی دیگرش روزی به این نیست که مثلا گریم در تاجیکستان خطی مثلا گریم اجدادی وجود ندارد، با خطی بیگانه می نویسیم،
همه شرح خودش رو دارد و با همین بهانه و همین سبب‌های در مغز سرشون آمدگی دعوا دارن که تا همین یعنی در مغز سری آنها چرخ زده ایستادگی گپ در تاجیکستان عملی نشود، آنها استقلال تاجیکستان را جشن نمیگیرند. دوستان عزیز، تاجیکستان ما دو چیز از هم جدا کنیم. تاجیکستان ما از جهت اعتراف بین المللی یک کشور آزاد است، یک کشور مستقل است، صاحب نشانه است، صاحب پول است، صاحب پرچم است، صاحب گیمن است و از جانب جامعه بین المللی همچون یک کشور اعتراف شده است. شما اعتراف میکنید نمیکنید در داخل تاجیکستان استاده، چی بهانه های پیش میارید نمیارید، لیکن جمهوری تاجیکستان از جانب جامعه بین الملل رسما همچون یک جمهوری مستقل شناخته شده است. اما در داخل اون چیزهایی که ما میخواهیم تاجیکستان را همچون یک کشور آزاد مستقل ببینیم اما دیده نمیتوانیم، این چیز دیگر است. برای همین دوستان عزیز، اگر در تاجیکستان نشانه های گرچند که رسما تاجیکستان مستقل است اما نشانه های مستقل بودن کشور دیده نمی شود، به این یگان جامعه بین الملل، یگان جامعه جهانی، یگان کشور علاهیده، سازمان ملل متحد، دیگر سازمان های بین المللی، یگان کس گناهکار نیست به جز ما خودمان. چون که استقلال واقعی یک کشور را خودی مردمی همون کشور تامین میکنند. از دیگر کوچه، از دیگر کشور آمده ما مثلا گریم مردی کاری کرده میگردیم، مهاجری کرده میگردیم، پناهندگی کرده میگردیم، در کشورها دیدگویی کرده میگردیم، در هر چهار طرف دنیا پراکنده، دیگرها آمده استقلال واقعی را به ما تامین نمیکنند. ما اگر استقلال واقعی میخواهیم این به عهده ما است. تامین استقلال واقعی برای تاجیکستان این وظیفه تک تک من شما شهروندان جمهوری تاجیکستان است. اما وقتی ما میگوییم که در تاجیکستان استقلال واقعی وجود ندارد، این به آن سبب است که ما نسبت استقلال واقعی کشور بی‌پروا شدگی هستیم. انا همین بی‌پرواگی ما به نفرانی که در سر قدرت هستند جسارت دادگی هست که تمامی طلبات‌های مستقلی واقعی بودن یک کشور را زیر پا کنند، زیر سوال گذارند و کشور ما را به یک کشور وابسته، به یک کشور دستنگر، به یک کشور مردمانش سرخم تبدیل دهند. ببینید 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال اعلان شد. همگی بعد از 3 سال در سال 1994 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان قبول شد. یعنی تاجیکستان صاحب کنستیتوسی خودش شد، صاحب قانون اساسی خودش شد. این سند عالی دولت را همچون جمهوری، کشوری دموکراتی، کشوری حقوق بنیاد و کشوری دنیوی مورد اعتراف قرار داد توسط همین سند عالی. اما آیا
ما طلبات های همین سند عالی را نگاه داشته توانستیم. در عمل ما برای پیاده کردن این و نگاه داشتن طلبات های این سند عالی ما پافشاری کردیم؟ نه. همگی بعد از جنگ شهروندی با وجود داشتن احزاب سیاسی مخالف، با وجود داشتن جامعه شهروندی، جامعه فعال شهروندی در تاجیکستان، تا سال 2016 جامعه شهروندی تقریبا بعد از سال 2010 مرد. لیکن تا این هم 3 مراتبه سال 1999 تغییرات وارد کردن. باز بعد از 4 سال دیگرش باز سال 2003 تغییرات وارد شد. باز یادم نیست یک بار دیگه تغییرات وارد شد. بعد از این سال 2016 تغییرات وارد شد و کنستیتوسیه تجاوز شد. کنستیتوسیه که باید استقلال کشور را کفالت میداد، طلبات آن اگر اجرا شود ما یک کشور مستقل، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی می داشتیم. توازن قدرت رعایت می شد. جامعه شهروندی، کرامت انسانی، همه اینها رعایت می شدن. اما به سبب بی‌پرواگی ملت، به سبب از سیاست دور رفتن ملت، سرقانون تجاوز شد روز به روز و آهسته آهسته حتی استقلال مضمونش را گم کرد و کشور به کشور یک اولاد تبدیل یافت. ببینید بعد از اینکه جنگ شهروندی تمام شد در سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا شد. باید آغاز مرحله نو دولت سازی دموکراتی میشد. یعنی همین صلح سبب آغاز نو دولت سازی دموکراتی میشد. اما چی شد؟ بسیاری از عهدهداری‌های همین سازشنامه از جمله شرایط رقابت واقعی سیاسی تدریجاً از بین برده شد. به جای این چی آمد؟ به جای این شخصیت پرستی. برای همین با قند گفتن تماشابینان عزیز دهان شیرین نمی شود. قند را باید به دهان بگیری، گردی دهانت باید گردانی، بعد شیرینی قند را احساس میکنی. قند گفتی زبان شیرین نمی شود، دهان شیرین نمی شود. با استقلال گفتن استقلالات واقعی به دست نمی بیاید. باید ما در چند حالت بنگریم که آیا ما همین استقلال را داریم یا نداریم. امروز پرچم پرافشانی، یکدیگر تبریک کنی، کوچه ها پوری آدم، رئیس جمهور در تبریک، همه وزیران تبریک، مسئولان تبریک. درست، تبریک چی؟ آیا داریم اون همون استقلالیت که از آن افتخار کنیم و یکدیگر را تبریک کنیم؟ اصلا به نظر من همین کمترین چیزی که حاضر داریم بین زیاده از 5000 خلق و ملت ها ما تاجیکستان داریم. همین بس است که یکدیگر را تبریک کنیم و امروز خوشنودی کنیم و از این به خدا شکر کنیم. همین قدرش بس است. اما
گپ در سر آن است که آیا ما استقلالات واقعی داریم؟ اگر نداشته باشیم باید چیکار کنیم؟ و استقلالات واقعی داریم نداریم را از کجا میفهمیم که ما استقلالیت داریم یا نداریم؟ استقلال داریم نداریم، مستقل هستیم یا نیستیم؟ ارزیابی های سازمان های بین المللی رو ببینید که تاجیکستان را چگونه میشناسند، با تاجیکستان چگونه بها میدهند. مثلا نگاه کنید، فریدم هاوس، هیومن رایتس واچ، دیدبان حقوق بشر تاجیکستان را به قطار کشورهای ناآزاد جای داده است. فشار بر روزنامه‌نگاران، محدود کردن آزادی بیان، تعقیب فعالان سیاسی، این همه چی رو نشون میدهد؟ این همه همون آدم در کشورش آزاد نبودنش رو نشون میدهد، آزادی نداشتنش رو، نفس آزادی کشیدن نتوانستنش رو نشون میدهد. روزنامه‌نگار گپ زد حبس میشود. آیا آزادی او تامین است؟ آزادی استقلال فکری او، استقلال اندیشه او آیا تامین است؟ نیست. استقلال او را تجاوز کردین، مستقلی او تجاوز شده است. او در زندان است. برابری گپ زدن، برابری اندیشه گفتن، او زندان شده است. یعنی استقلال او تجاوز شده است. استقلال با همین گفتن نمی شود. در تاجیکستان فضای چیه؟ فضای آزادی است یا فضای امنیتی؟ فضای امنیتی. چرا؟ هیچ کس به آزاد بودن اندیشهش باور ندارد. هیچ کس باور ندارد که اگر آزادانه اندیشهش را ابراز کند حبس نمی شود، پشت پنجره زندان نمی شود، قهر و غضب مقامداران بالا نمی شود. کی همین باور رو دارد؟ در تمام تاجیکستان بغیر از همین یک اویله امام علی رحمان، حتی همین منصبداران بلندپایه، حتی همین رمضان رحیمزاده سیمومی یتیمیف ندارد. چند جین و خواهرزاده و اما بچه تقای بچه های رمضان رحیمزاده سیمومی یتیمیف در ترمان، رستم و آزاده برده ترمه کردگی. چرا؟ حتی همون ها مستقل نیستن. برای اینکه جاشون دونسته، قدمشون دونسته مونن، از همون رخت کشیدگی خونت بیرون نروان، هرگاه گرد اطرافشون اولاد اچیستکه کرده می ایستد. همین دستشون از همین پیش بر موندن دور نرود. همین دستشون دویم در پیش بر ایستد، کلشون دویم خم ایستد. خب جناب عالی، خوب شده از جناب عالی، از همین کم نشوند. یعنی درباره استقلال، درباره مستقلی خود، درباره استقلال اندیشه، افکار، رفتار خود هیچ وقت فکر نکنن. بدونن که رختشون کشیدگی است، باید از اون رخت نگذارن. یعنی یگان شهروند جمهوری تاجیکستان کفالت مستقلی ندارد. مستقلی افکار، اندیشه، بیان، حقوق ندارد. پس آیا شهروندان جمهوری تاجیکستان استقلال دارند؟ ندارند. استقلال آنها را یک خونته تجاوز کردگی است. بعد استقلال، مضمون استقلال این است که دوستان عزیز، تو وابسته نیستی، به کسی وابسته نیستی، یعنی دستنگری کسی نیستی، خودت آزادانه تصمیم میگیری،
خودت آزادانه کار میکنی، تمام رفتارت مستقل است، تمام کردارت مستقل است. آیا تاجیکستان عزیزی ما، کشوری عزیزی ما یک چونین سیستم آزاد دارد که از همه وابستگی ها در ایمین باشد؟ ما حتی در داخل کشور خودمان آزادانه مستقلانه جای کار یافته نمیتونیم. حتی برای جای کار مجبوریم که کشور خود را ترک کنیم و در کشورهای غیر جای کار جوییم. همه کشورهای دنیا به کشور دیگر برای مهاجرت می روند، جای کار می روند. اما یگان کشور دنیا از همین 206 کشور دنیا یک کشور را پیدا کنید که 49% مجموعی محصولاتی داخلیش از حساب پول مهاجران باشد. این گونه کشور را در تمام روی زمین پیدا کرده نمیتونید. این 49% مجموعی محصولاتی داخلی یک کشور از حساب مهاجران، این تنها رسمی است. اگر حالتهای غیر رسمی رو هم به این نوبت گیرید، تقریبا 60% مجموعی محصولاتی داخلی تاجیکستان از حساب مهاجران است، از حساب پول ارسالی مهاجران است. یگان دولت دنیا را در بین این زیاده از 200 کشور دنیا میابید که نیم زیاد مجموعی محصولاتی داخلیش از حساب مهاجران باشد. یگان دولت دنیا را میابید که اکثریت اهالی کشورش از حساب پول مهاجرت زندگی کند. حتی معلم دکتر خودش معلمی میکند، دکتری میکند، پسرش در مهاجرت است، پسرش پول میفرستاند از مهاجرت، معلمی دکتری پولش نمیرسد، به پول مهاجرت نیاز دارد. حتی کارمند حکومت، رئیس جماعت، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندانش معاششون به یک هفته نمیرسد. مجبورن یکی از فرزندشون یا زنک باشد، شوهرش حاضر همون چه شدگی است، تاجیکستان زنگینجک شدگی است. رئیس یک مردک، معاونش زنک، مکتب پوری زنک، 70-80% معلم زنک، 70-80% دکتر زنک، در سگ تلتید بالای زنک. برای چی؟ برای اینکه مردکی بیچاره در تاجیکستان جای کار یافته نمیتوند، مجبور است به کشورهای غیر سفر کند و برای همین چی میگن روسا، کارمند رسخود در تاجیکستان یکی از عضو خانه معلمی میکند، دکتری میکند و در مؤسسه دولتی کار میکند. وقتی که ما وابسته به پول خارج هستیم، به پول از خارج می در آمدگی هستیم، یعنی از جهت اقتصادی ما استقلال داریم نداریم. چند درصدی استحصالات ما بازارهای ما را تامین میکند. ما 70% محصولات را از خارج به تاجیکستان وارد میکنیم. همگی از 25 تا 30% محصولات در داخل استحصال میشود و خلاص. اگر تاجیکستان در یک بلکد امروز قرار گرفت، مثل کشورهای روسیه یا که مثل ایران، مردم به گرسنگی میمیرد. یعنی تاجیکستان تنها میتواند از 3 نفر 1 نفر را از گرسنگی نجات دهد. 2 نفر دیگرش میمیرد.
از گرسنگی. این وابستگی مثلا گریم اقتصادی، مگر نبودن استقلال واقعی را نشان نمیدهد؟ بله نشان میدهد. وقت چنین هست از جهت اقتصادی دیده می شود که ما استقلال نداریم و استقلال گفته جشن گرفتن هم از این جهت برای ما ننگ است. چیزی دیگر در سیاست خارجی در تاجیکستان دیویزی 201 روسیه است. رسما 7000 نفر افسر دارد در تاجیکستان. قریب برابر 60% ارتش ملی کشور. خود تاجیکستان 13000 نفر ارتش دارد. 13000 نفر. یک دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان 7000 افسر دارد در تاجیکستان. کلانترین دیویزی خشکیگرد روسیه است در تاجیکستان. کلانترین. در یک سال $1 یا $1 یا €1 برای دیویزی 201 روسیه اجاره پولی می‌دهد. با فرق از ما قرقیزستان میلیون ها دلار برای بازی حربی روسیه در قرقیزستان میلیون ها دلار قرقیزستان اجاره پولی میگیرد. تاجیکستان در یک سال $1. سیمولیکی. گفت روسا ازدواجه. و همین استقلالیت است. سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی گفتیم، سازمان همکاری شانگهای گفتیم. بگذار ما بسیار کشورها حرکت کرده ایستادن در اینجا وارد شوند، اما مثلا گریم ارمنستان دید که از بودنش در سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی ضرر دید، به سازمان مراجعت کرد، به شف سازمان روسیه مراجعت کرد که هوی شما به من اعضای شما هم، شما به من کمک کنیتون، به من آذربایجان هجوم کرده ایستاده است، چرا شما آرامیتون؟ هیچ کس اهمیت نداد. ارمنستان دید که مستقل بودنش زیر سوال رفته ایستاده است، با این حال از بحر سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی برآمد. گفت که دست شوی نامد وقتی مشکلی اگر به من کمک نکنین همون عهده‌داری هایی که وجود دارد در عهدنامه اجرا نکنین، شما به من چی لازمید؟ برآمد رفت رو به اروپا و به امریکا آورد. آرمی روسیه رو از ارمنستان بیرون کرد. خودی نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان که در اونجا اساساً رول اساسی رو سروزیر میبازد، مثل یک بلاگر هر روز از هر قدمی ماندگیش به ملت گزارش میدهد. کجا رفته ایستاده است، چیکار کرده ایستاده است، به کی وا خورده ایستاده است، در کوچه در کجا خورا خورده ایستاده است، کی رو قبول کرده ایستاده است، کی رو گسیل کرده ایستاده است. مثل یک بلاگر در فیسبوک خودش گزارش میدهد. کوتاه 1 دقیقه 40 ثانیه 2 دقیقه 3 دقیقه. من صفحه فیسبوکی نیکول پاشینیان رو ببینید، هر
هر دم که به کجا سفر کرد چی کار کرد گزارش داده میستد. یعنی این احترام مردم آزاد است. مردم از چی آزاد هستند؟ از سرخم کردن به وی آزاد هستند، دست پیشی بر کردن به وی آزاد هستند، از ترسیدن از وی آزاد هستند، از شکایت پرهیز کردن آزاد هستند، از شکایت پرهیز نمی کنند، مرحمت گزارش میگویند. مردم آزاد هستند، یعنی مستقل هستند. آیا شهروندان جمهوری تاجیکستان همچنین شرایط را دارند؟ به امام علی رحمان گفته میتونن که تو یک بار اقلا در یک سال یک بار با روزنامه‌نگاران روبرو شو، روزنامه‌نگاران سوالت یعنی جواب ته. تو قانون وجود دارد در تاجیکستان که در 6 ماه یک مرتبه باید هر یک مسئول، هر یک کارمند مقامات اجرایی حکومت دولتی باید با نمایندگان وسایط اخبار عامه روبرو شود، نشست مطبوعاتی دایر کند و با آنها گزارش بدهد. کیاد دارد امام علی رحمان کی همین کار رو کرده بود در عمرش؟ پوتین میکرده است. مگر پوتین از مردمش میترسد؟ و امام علی رحمان شاخ دون دارد. در مناسبت ها این مسئله های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان، مسئولان قرقیزستان قامچیبک توشیف از هر قدم ماندگیش به روزنامه‌نگاران گزارش میداد. جانبی ما چی؟ تا به حال چی بودن معلوم نیست. عبدالله راهنما گفت برابر جغرافی یک شهر دوشنبه زمین ما رو قرقیز ها گرفتن. حالا تعیین نه که همون با 50 به 50 تقسیم کردیم، گفتن از همین زمین گرفتگیشون 50 به 50 تقسیم کردن، یا از قرقیزستان 50% زمین های گرفتگیش گردونده گرفتن. معلوم نیست. تا به حالی یگان گزارش داده شدگی نیست. مگر همین مردم آزاد است؟ مگر همین مردم مستقلیت دارد؟ انا همین وابستگی نشان میدهد که تماشابینان عزیز، ما واقعا استقلال نداریم. حالا ببینید همون نگرانی های نفرانی که میگویند در تاجیکستان زبان زیر تهدید است، زبان ملت زیر تهدید است، اونها هم نگرانیشان جای دارد. هرچند گفتم که هرچند همین بودن یک کشور مثل تاجیکستان، داشتن یک کشور مثل تاجیکستان برای ما بس است که ما روز استقلال را جشن گیریم، ولی اصلا به ذات مضمون واقعی استقلالیت نگاه کنیم، ما هیچی نداریم. هیچی نداریم. برای همین هم از جهت زبانمون فارسی، نامش تاجیکی، خطش کریلی، اشغام بشغام شده رفتگی است. تا به حال حاضر مسئله زبان سر و کلابمان گم. گرامات که به پرلیک رست نمی‌آید، پرلیک به زبان رست نمی‌آید، سر کلابمان گم. مگر همین مستقلیت است؟ مگر همین آزاد بودن است؟ استقلال است؟ تا به حال حاضر ما در مدت 34 سال خط اجدادی خودمان رو برقرار کرده نتوانستیم. چرا آذربایجان
ببخشید چرا ارمنستان به خط خودش می نویسته است؟ چرا گروزیا به خط خودش می نویسته است؟ حتی در اتحاد شوروی خطش رو دیگر نکرد. ما مایلش در اتحاد شوروی حالا چی بلا زده است ما رو که تا به حال حاضر ما با خط پریلیک می نویسیم؟ مگر همین مستقل بودن است؟ چه خلال می رسوند به ما؟ مستقل نبودن خلال می رسوند. اکای روسمون قهرش میکند. ما برعکس نشون میدیم. در تاجیکستان چند مکتبی روسی شدیم. برعکس التماس میکنیم به ما کتاب‌های روسی فرستونید. از یک کشور بیگانه برای مکتب‌های کشور در سطح رهبری کشور کتاب طلب میکند. کتاب گدایی میکند. مگر همین مستقلی است؟ پرزیدنت کشور امام علی رحمان میبرد روبروی پوتین نشسته میگوید که به مکتب‌های روسی ما کتاب دهید. گویا یک پسر برای کینوی هندیسکی تماشا رفتن از پدرش پول طلب کرده شده است. به مکتب‌های روسی ما کتاب نمیرسد. کتاب دهید، پول دهید. به ما مکتب پوشیده دهید. مگر همین در شأن پرزیدنت یک کشوری آزاد و مستقل است؟ ناموس کجاست؟ شرف کجاست؟ این است دوستان عزیز که متاسفانه این نشاندادها نشان میدهند که اصلا ما مستقل نیستیم. اصلا مستقل نیستیم. یک شهروند در سطح خودش، حالا در تاجیکستان میگن مثلا در ناحیه اشت مردم شکمش از حساب زردالو، از حساب زمینداری، باغ تاک پروری شکمش مردم سیر میشد. همین زردالو بود، باغ تاک پروری بود که اکثریت به روسیه نمی اومدن. چندین سال من خودم به همین چیز سری کار داشتم. هر سال زردالو خوش میکردم. حالا میشنویم که مردم روزی هست زمینش رو یکون کس بی پول گیرد. خوش شده رفتگی است. آب نمیدهند. مثلا گریم یک شهروندی آزاد برای چی به کانال آب نبی بیاید گفته نمیتونه؟ یک شهروندی آزادی مستقل او را گفت تو سیاستی پیشوای ملت رو جانبداری نمیکنی؟ و پریچم تو سیاستی پیشوای ملت؟ سیاست پیشوای ملت این است که کانال ها از آب خالی باشند، زردالی ها دشت ها سوخته رود. سیاست پیشوای ملت همین است. انا همین خودی پیشوای ملت داشتن با یک کشوری صاحب استقلال راست نمی بیاید. یک کشوری صاحب استقلال نمیتواند پیشوا داشته باشد. چرا؟ برای اون که در اونجا مردمی آزاد و آزادی، در کشور مستقل، در کشور صاحب استقلال مردمی آزاد و آزادی دوست در رقابت سالم پیش می روند. هر یکش پرزیدنت شو است. خود پیشوا داشتن مغایر به طلبات استقلال داشتن است. مگر مردمی صاحب استقلال به این طاقت میکنن، به این سر میفرورن که یک نفر خودش پرزیدنت باشد، بچهش رئیس مجلس ملی باشد، دامادش بانکر باشد،
فرق گوشه که خرش در سر قدرت باشد، دخترش رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت باشد، به همین مردم صاحب استقلال طاقت میکند؟ نه آخر. در یگان جای دنیا، در یگان کشوری صاحب استقلال که در آنجا قانون حاکم است و مستقلی شهروندانش، آزادی شهروندانش کفالت داده می شود، مردم به این چیز طاقت کرده نمی ایستد، حتما حقش رو طلب میکنه. انا برای همین هم دوستان عزیز ما قریب که استقلال کشور را، استقلال واقعی کشور را از دست دادگی هستیم. از جانب یک عائله استقلال کشور تجاوز می شود و همین خاموشی ما و همین تماشابینی ما دوام داده رفتن گیرد، روزمون از این بدتر می شود. حالا ببینید زمینت خشک می شود، به دشت تبدیل می یابد، آغلی گاو و گوساله‌ات خالی می شود، به ویرانه، به پریزرک خانه تبدیل می شود. به امید و آرزوی هوس خانه های 2 اتاژه و 3 اتاژه و چند 10 دره و 12 دره پوشیدگی درش محکم می شود. این نگاه کن، گفته خواهش میکنی این همسایه امک بچه، تقای بچه، بوای بچه، خواهش میکنی که همین بوغت آب دهد، خونت به نگاه کند، یک درت شده ایستد، خواهش میکنی میپرتوی میبروی میروی. همین است احوال. تو که این خیل میکنی؟ تو که به این تن میتی که خانه دری پریز رکھو باشد، خدا سرسان و سرگردان تگی برف و باران اجاره نشین در کشوری بیگانه. توکه چنین است. همین است استقلال، همین است مستقلی. نه دوستان عزیز، این مستقلی نیست. این دستنگری، این وابستگی، این تند شود هم به هویتی است. هویت دارد آهسته آهسته از بین میرود. چرا؟ برای آنکه در رأس کشور دولت مردان ما در فکری تامین واقعی استقلال کشور، سرجم کردن مردم کشور، شهروندان کشور، آفریدن وحدت نیستند. مردم پراکنده به تمام روی زمین، از اروپا تا با امریکا تا استرالیا، همه پراکنده. عالم ها سربگریز. این استقلال نیست دوستان عزیز. برای همین ما رو لازم است که دیگر نسبت وطنمون بی‌پروا نباشیم. گفتم که از زیاده از 5000 خلقیت ها، خلق و ملت ها، همگی 200 تا کشور وجود دارد. از این 200 کشور یکیش تاجیکستان است. ما به همین کشور رو ترک گفته رفتن و در رو محکم کرده برآمده رفتن و داد از دست امام علی گفته برآمده رفتن رو صلاح دانستن ها، نتیجه این کارمون همین می شود که مثل همین 5000 ملت های 4800 ملت های وطن نداشته، وطن خود رو نداشته، دولت خود رو نداشته، همین خیلی ادغام شده می رویم. حتما ما باید دیگه فکری برگشت به وطن رو کنیم، فکری به دست گرفتنی وطن رو کنیم از دست این فسادکاران، از دست این بیخردان،
از دست این وطن فروشان خائنان برگرداندن وطن رو کنیم، فکر تامین استقلال کشور رو کنیم با تمام معنایش. آیسته آیسته این فکر رو هم داشته باشیم، وگرنه یک پکلینی همین غم ملت و غم وطن رو میخوردگی پیر میشد، من برای سرش کل میشد، ریشش سفید. پکلینی دویم همش در مهاجرت و در سرسانی کلان شدگی تاجیکستان اکثریتش دیدگی نه، بعضیش 8 سال و 10 سال تا از همون صنف یکم تا دهم صنف رفتنش یگان بار تاجیکستان رفتگی نه، دیدگی نه. برای آنها تاجیکستان یگان نه دولت است، نه کشور است، نه وطن است، هیچی نیست، یگان مقدسات ندارد برای این پکلین دیگر. اکنون شما تصور کنید که وقتی که میوه های ما در این حالت می شوند، نسل های ما در این حالت می شوند، تاجیکستان چی می شود؟ برای همین دوستان عزیز، انا همین استقلال فرمالی داشتگیمون هم زیر تهدید است. اصلا در واقعیت ما استقلال نداریم، لیکن همون رسما استقلالی داشتگیمون که با اعتراف جامعه بین المللی است، انا همون هم از احتمال دارد از بین برود. چرا؟ همین خیلی که فرمال ما اعتراف شده ایم، فرمال اعتراف میشیم که دیگر تاجیکستان در جغرافی فلان کشور است. حاضر چند میلیون اهالی تاجیکستان صاحبی شناسنامه روسی شدند. از یک فائزی معین گذرد، در تاجیکستان یک رایپرسی بس است که تاجیکستان به خود واردی حدودی روسیه شود. من این بی‌پرواها، این خاله بیغم ها یگان چیز پروا ندارن. از همه فعالترین شهروندان کشوری که شهروندی روسیه را گرفته ایستاده است، شهروندان تاجیکستان است. انا همین شهروندی روسیه را فوج گرفتن ها هم تهدید به استقلال کشور است. هرچند همین گرفتن شهروندی یک کشوری بیگانه خیانت نگوییم، هم فوج برآمده رفتن و کشور ترک کردن و اینها هم به همین چیز نزدیک است. برای چی؟ برای اون که از یک فایز معین گذشت می شهروندان قابل مهنت، قابل آوازدهی، قابل رایدهی از یک فایز معین گذشتن می و همون کشوری که شهروندی رو داده است به این باور میرسد که اگر رایپرسی گذرانه در تاجیکستان که به حدود روسیه وارد بشوید یا نه اکثریت راضی میشوند، تمام تاجیکستان به یک رایپرسی در تاجیکستان نه کار امام علی رحمان میموند، نه این رستم جان، نه پیشواییش میموند، نه پسواییش. چخیر که فرمال نه یعنی رسما حالا کشوری مستقل داریم، رسما از دست میرود. برایم در فکر این باشیم دوستان عزیز. من همینجا در بین چندین ملت و مهاجر زندگی میکنم. اکثریت مهاجران در یاد وطنشون هستند، در یاد کشورشون هستند. حتی همین افغان ها، ما طالبان گپ میزنیم، همین افغان هایی که از افغانستان گریخت آمدگی هستند میروند وطنشون رو خبر میگیرند، مبلغ ها ارسال میکنند برای آبادی وطنشون. یعنی که مبلغی که زیاد میرونند به وطنشون ارسال میکنند.
از روی گفتی همین افغانایی که در همین گرد اطراف مشتو با اونها شناس هستم، رشد صاحبکاری در افغانستان در اوج است. از کدام حساب؟ به جایی که مردم درش رو مخم کرده بیرون برود، گشته رفته ایستاده است به افغانستان. یک قسمی زندگیش رو به افغانستان کوچونده ایستاده است. برای چی؟ برای که امنیت اقتصادی تامین شده ایستاده است، امنیت اجتماعی تامین شده ایستاده است. در اونجا در ما دعوای امنیت کشوری امن میکنیم، مردم امن ندارد، بیزور از جان شیرین نشدگی است. یک آدم مثلا بسم الله گفته کوچه براید، به یک همصحبتش باور ندارد که یکون گپ درست مثلا خطا زده نماند و او را برده محکمش نکنن یا بازپرسیش نکنن. مگر همین امنیت است؟ همین تامین امنیت است؟ این مناسبت مثل مناسبتی است که مثل که ما در یک کشور جنگی قرار داریم، در حالت جنگ قرار داریم. مردم رو در این حالت نگاه می‌داره، تمام بود و شدهش رو میپرتوید، جانش رو گرفته از وطن میرود، میگوید تا کی من هر یک کلمه گپم باید برکشیده بگویم؟ از همین پگی روز تا بیگونی روز مثلا من دویم هر یک گپم در روی ترازو باشد. بشبش فکر کنم که مبادا همین روز خطا گپ نزدگی باشم، با منت ها اومده از جو هم برداشته گرفته نبروند. مگر همین استقلال است؟ همین امنیت است؟ روید از طالبان یاد گیرید. تمام همین مردم از اروپا، همون افغان‌هایی که از دست همین طالبان گرفته آمدن رفته، یعنی اعتماد همین گریزه های به دست آورده ایستاده است. با گفته شده است بیاین به خونهتون صاحب شوین. سالدت مونده، افسر مونده، خونه های مردم محافظت کرده ایستاده است با تمام بوده شدهش. شما چیکار کرده ایستادین؟ مردمی بیچاره خونه جایش هم گرفته فروخته ایستادین. شما چندین بیچاره همین مخالفان، پناهندگان، گریزه های شما مهاجرای خانه‌ش فروختین. مگر همین استقلال است؟ ذره در تاجیکستان استقلال به تمام معنایش وجود ندارد. یک شهروند یگان گرم کفالتی آزادی ندارد. یعنی شما روین دوزانی در پیش طالبان بشینین، همین طالبانی که شما تروریستش میگوید، اکستریمیستش میگوید، دهشت افکن میگوید، وحشت افکن میگوید، چی میگوید، دوزانی بشینید آدمگیری یاد گیرید. آدمگیری رو از طالبان یاد گیرید. تامین امنیت رو، تامین استقلالیت رو از طالبان یاد گیرید. ایران کوشش کرد که از مرز افغانستان بگذرد. پاکستان کوشش کرد از مرز افغانستان بگذرد. برایشان چی نشون داد؟ گفت که در جای تو رفته بیستید. چندین زمین هایش که به ایران گذشته بود، به پاکستان گذشته بود، گرفته برقرار کرد. نه رنگ ما 50-50 کرد، گرفته برقرار کرد. همون پاسگاهی که کشور ایران به درونتر افغانستان آورده ماندگی بود، گرفته برد به درون ایران. یاد گیرید تامین استقلال، تامین امنیت، تامین امنیت مرزی. روید از همین طالبانی همسایه یاد گیرید. اون روز چیکارتون کرد؟ در همون گفت و شنیدها
با زور خلاص شدید. نه شما خواهیدم با شما دوستی میکنیم، نخواهیدم با شما دوستی میکنیم. گفته با زور خلاص شدید. همین خواهیدم با شما دوستی میکنیم، نخواهیدم با شما دوستی میکنیم، این خوری زوری است. این پسترین خوری زوری است. این نتیجه نداشت، یعنی نشانه نداشتن استقلالیت است. یک انسان آزاد نیست، حتی آزادی فکری ندارد. یک نفر نخواهد هم این دوستی میکرد است با او. این چی گپ است؟ اومده تجاوزت کند با او دوستی میکنی؟ معلش دوستم گفته تجاوز کردم دستت رو پیشی بر کرده میستی؟ گفتشونی در سری مرز رفته شده است. یعنی شاید اینکه طالبان مرز رو تجاوز کرده است که شما با اونها گفته شنید کرده شده، یا اینکه یگان گپتون در مرز، یگان گپتون گریخته است که شما در اونجا گفته شنید کرده شده. یک همین افسری تاجیک میخیزد میگوید شما خواهید هم ما با شما دوستی میکنیم، نخواهید هم با شما دوستی میکنیم. در همونجا همین گپ راست میبیاید. تو درباره تجاوز و کشور همسایه بحث کرده شدی، بحث مرزی. با تجاوزگر تو خواهیم من با تو دوستی میکنم، نخواهم با تو دوستی میکنم میگویی؟ شرمتون بود. من فهم تا کجا. برای همین ما دوستان عزیز با تمام معنایش استقلالیت نداریم. اما همین استقلالیتی رسمی که داریم، رسما کشورها تاجیکستان رو همچون یک کشوری صاحب استقلال شناخته‌اند. همین رو هم برای از دست ندادن دوستان عزیز فکرش رو کنیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. به خاندان یکایک شما امن، امانی، آسایشتگی خواهانم. بگذار خدا کند که طفیل کوشش و غیرت ما استقلال واقعی در کشورمان به دست ما بیاید. از سرسانی، سرگردانی، پراکندگی نجات بیابیم، سرجم بشویم، همبستگی، هماهنگی در کشور ما حکم فرما گردد و خدا کند که فرزندان ما، نسل‌های آینده ما در وطن خودمان پرورش یابند، در وطن خودمان با زبان خودمان، با دین و دیانت خودمان، با فرهنگ خودمان به وایه برسند و برای استواری استقلال کشور خدمت کنند. سلامت و سربلند پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه گفتگو. در پناه خدا باشید.